شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر. دکتر، پدر در استانبول یگان رفیق افسر داشتند؟ البته. پدرم خودشون افسر بودند. خونه‌مون در استانبول است. یگان رفیقشون در اینجا افسری کرده است؟ چرا اینها را از من میپرسید؟ کار تو چی؟ تو به سوالهای ما جواب ده. جواب ده. اکا ایلکیموس آرام شوید. آرام شوید اکا. آرام شوید. چرا میپرسیم؟ زیرا که زلال از پس پدرت دویده میگشت. میدونیم که در بینشون یگان سیره بود. بین پدرم و خانم زلال چی بوده میتواند؟ توبه گویا که نمیدانست. اکا یک دم صبر کنید. دکتر، گپ در سر اون که زلال در وقت از پسرش برات را از ما گریزانده و قماندانی که در اینجا خدمت میکرد داده است. شما فکر میکنید که پدرم و قماندان رو میشناسد؟ فکر کردیم که شاید میشناخته باشه. دوستان زیادی پدری رحمتیام رو میدونم که در اینجا و دیگر جایها ادای وظیفه کرده. یعنی در کجا بودن برات رو نگفته بود؟ پدرم در خصوص خانم زلال چیزی نگفتند. اگر یگان معلوماتی میداشتند با من میگفتند. یعنی تو هیچ چیزی رو نمیدونی؟ نه نمیدونم. خاین، اگر داند هم نمیگوید. رفته آنها باز چی میخواهند؟ چی میشد؟ باز از پس خانم زلال سرگردانند. خودش تنها بیچاره چی میخورد چی مینوشد. خوراکم را پسر نگردگیست. آدمی کلان شده است. خواهش و شوقش را من ندانم و من بیگانه است. هیچ گپ نی. باز همه او پسری من است. زلال، خدایا مرا از این ها نجات ده. زلال، باز چی میخواهید حمید؟ این چی خلزنی بی شرم بوده است. حالا هم میپرسد. توبه شما برات گفته عقلتان رو خورده اید. برات مرد، پسری من مرد، فهمیده؟ دیگر از پسم نکرده. زلال، پنهان کردن از بفایده. برات نمرده است. پسرت رو از ما گریزانده به یک قماندان دادنت را میدانیم. کنیگر زنید. این را به شما کی گفت؟ عزیز گفت. دامادت عزیز. کی عزیز؟ عزیز دروغ گفته است. زلال، ما حقیقت را فهمیدیم. برای چی از پس پدر دختر میگشتی معلوم شد. بعد 2 ساعت مهلت. یا جایی برات را میگویی یا خانه و درت را چپه میکنیم. چیز صد راهی ما شده نمیتواند. این را فراموش نکن. رفتیم اکا؟ رفتیم. با فکرم به خدیجه گرد زدنم را شنیده است. عزیزی بی ناموس. جنابا، من گفتنیم را گفتم که مثل راست من باید روم. ما در گپمان میایستیم عزیز. پل در خانه است. از پسمان بیا. رفتیم. شرف مدیا تقدیم میکند. یک چند داروها نمیرسند دیلو. شاید در انبار باشد آقای طاهر. آنها را آورده میتوانیم. شما حالا هم در باره همان کودک دهه ورگینس فکر میکنید؟ بله دیلو. میدونید شما رو هیچ نمیفهمم. جناب صبور شما رو پیش کرد، با وجود آن شما در باره فرزند او فکر میکنید. جناب صبور شاید شخصی بفهم باشند، اما کودک گناهی ندارد. کودک رو بچه اول رسوندنی بیماری رو میدوند دیلو. اگر در حال مقابلیت نشان ندهیم به نتیجه جدی آورده میرساند.
بایرام واه پسرکم مادرکت قربانه در آتش سوخته ایستاده است. احوال کودک خوب نیست جناب. بله زکو، احوال خیلی بد است. کودک هیچ به خود نمی آید. جناب سبا اجازه دید رفته دکتر را از دهه آبی کلان زودتر بیارم. دکتر ترک است و پسرم دست نمی رسوند. کسی از اون مدد خواهد خواهید است. این خیل نگوید جناب، بایرام حیف می شود. پسر یگانه تو. جناب من اولاد و اجدادی این دختر را فهمم. شاید که او ترک نباشد. میلش رفته فهم. شاید که او ترک نباشد. میلش جناب. گوش کن زکا. لبای جناب. اگر دکتر ترک باشد دانتی از این دار نمی داراید. میلش جناب. شهر انسان یک رو است. کودک میمیرد او در چه خیال است؟ ترک است کرد است فرقشی. چیزهای گفته‌تان را آوردم آقای طاهر. نشین دیلو. این داروها برای زینبند. میخواید که این رو به زینب توصیه خودم هست گفته دهم؟ بله. شما همیشه فکر زینب رو میکنید. او رو از پیشتر دیده زیاد فکر میکنم. زینب دردش رو معلوم نمیکند اما رنجهایش رو میدونم. این داروها کمی هم باشه دردش رو کمتر میکند دیلو. به نزد زینب میروی دیلو؟ میروم آقای دکتر. برای او باز چیکار کرده میتوانیم؟ چنانی که پیشتر گفته بودم زینب آخرین درجه بیماری رو از سر میگذراند. با زینب چی میشود آقای دکتر؟ خوش بچه ها کنی؟ این مثال رو که حل میکنم؟ کنی تو برا بهرام یا اینکه شرمی داری؟ اگر حل کرده نتوانی هیچ گپ نی؟ من ده تو باز میفهمونم. میلش کنی بهرام سرت رو بردار. آفرین ان همین طور. کنی تو برا مراد؟ میلش معلمه 7 جمع 4 11 2 جمع 1 3 1 دریا 41. آفرین جانم. 7 جمع 4 11 2 جمع 1 3 1 دریا 4 41 23. بیایید خاله جان بیایید چی مشکلی دارید خاله جان؟ دلم بدشیه. بیایید خاله جان مرحمت شینید از نخوشن از نمرد. اوه بابا ساجه من پره. خاله جان آخر من شما رو نمیفهمم. شما شینید حاضر من میایم. میلش حاضر میایم. برادر یک لحظه با من نگاه برادر. با تو میگویم برادر یک بیمار دارم ترکی رو نمیدونه ترجمه میکنی؟ فهمیدم جورا جون باز هم سلامت باشی. آقای دکتر مرا شناختی آقای دکتر؟ تو خیشی سربازی مجروح نیستی؟ درست مرا امک زیکا فرستاد
تو را بده همان جغ میزند. پسری جناب بیمار شده. بیا. میرویم، اما تو باید اول با من کمک کنی. بیا. چه خیل کمک؟ بیا. کنی پرس کجایش درد میکند؟ کجا دردشیه؟ سکمتشیه معنی ملیفت که دکتر. دردش کم و دلش به حضور میشود. پرس که امروز چی خورده است؟ درگیرات چی خورد؟ کمار خورم دکتر، کمار خورم. زنبور خورده است. شاید زنبوروغی زهرناک خورده است. سکمتشیه. زنبوروغ‌های اینجا زهرناکند. همین خیلی نه زهرناک نیست. این زن فرق نکرده است. ولی یاردم که دلو من با نزد تو رفتنی بودم. بخیر است. علی تو رفتن گیر من می آیم. چه واقعه دلو؟ بعضی داروها رو پیدا کردم. باوری دارم که به تو فایده می آورد. من باوری ندارم. خودت رو ناامید نکن زینب. به خاطر من اینها رو استعمال کن. هیچ نباشد دردت رو سبک می کنند. طاهر چه حال دارد؟ خوب است؟ از برای خانم روبیه غمگین و خواطر است. لیکن پس از آن که تو به نزدش رفته بخشش پرسیدی بهتر شده است. گفته تو رو اجرا کردم. نقص کردی. میدانی دیلا عشق من آینده ندارد. رو افتاده نشو زینب. امیدت رو از دست نده. چه حال دارد خالای زلال؟ تشکر دیلا خوبه. روز بخیر خالای زلال. چرا با من این خیلی نگاه کردند؟ شاید برای دعوای پدرت باشد. نمیدانم دیلا. این مسئله پیشتر هم بود. به فکرم این یگان سبب دیگری دارد. از پسرم دور کرد. تو دختری به شاگه هایی سری پسرم را میخوری. او نزدیک نشد. شرف مدیا تقدیم میکند. یعنی برات را به یک افسر داده است؟ بله عیناً همین خیلی است بابا ابراهیم. پسرم مرده است گفته هممان را فریب داد. زنی که محافظتش میکرده دروغگوی است بابا ابراهیم. آن زنی به شرم هممان را فریب داده است. مراجع زده بابا ابراهیم. گذشتشین دخترم. گفتون را گوید بابا من روم. با این ظالم ها در یک جا نمی ایستم. نگاه کنید او چه میگوید. چندین سال می شود که به مردم دروغ میگوید. گویا دروغ را ما بافته باشیم. باز ما را ظالم میگوید. عصبی شدن لازم نیست رافع. اینها میگویند که برات را در خودش به دست یک افسر داده ای زلال. این راست است؟ کسی که این را گفته است دروغگوی است. تهمت چی است بابا ابراهیم؟ میدونی کی گفته است؟ میدونی؟ شوهر دخترت خطیچه گفته است. این کار نکن زلال. ما زنده بودنی برات را میدونه. مادامی که زنده بودنش را میدونید کابید و او را یابید. میابیم البته میابیم. انا میبینی بابا ابراهیم با این زنی دروغگو باور نکنید. زلال دخترم اگر این راست باشد. نه بابا ابراهیم کودک مرده است. این زن یک رو است. جایی برات را نمیگوید. من راهی به گپ در آوردن او را میدونم. خیلی او را به گپ میدرارد. تو کمی صبر کن. خودت میبینی که چه خیلی او را به گپ میدرارم. به خدا که دیر کردیم دکتر. زیکا ما رو انتظار است. بیمار رو در این احوال پرتوفتن نمیتوانیم. حاضر همشیره میگوید. من آمدم آقای طاهر. بیا دیلو تو در بیرون انتظار شو. حاضر میگویم. مایلش دکتر. از حال بیمار خبردار شو. چی درد دارد؟ زهرالودشوی خوراک. بعد از 2 ساعت همین که دارو تمام شد او رو به خانه‌اش میبریم. خوب شده است.
доруҳо ро ба Зайнаб додӣ? бале додам. шумо ба куҷо меравед? ба деҳаи варгӣ нез меравам. он деҳа ба силоҳдорон наздик аст. барои шумо шояд хатарнок бошад. ҳаёти кӯдак зери хатар аст. барои рафтан маҷбурам Дило. агар мабодо силоҳ ба дастам ба он ҷо омада шуморо бинанд чӣ? ҳеҷ чиз намешавад. خدا این دختر کجا شد؟ او در اینجا چیکار میکنند؟ سلام بچه ها. یعنی بچه ها روید از اینجا زودتر. محمد در اینجا چیکار میکنی؟ دیه را تماشا دارم همه کی زکا. هوا تاریک نشده تو به خانه رو. خوراک تیار. مالش همه کی زکا. زکا لبای جناب. جوانی که دخترت رو داده همین است؟ بله همین است جناب. پسری خوب است. محمد رو برادرش میداند. پدری دختر توی خودت میدونی. اما دانستمان هر کی دخترش رو به ترک دهد در این خاک برای او جای نیست. انا به سرت بلا هم اومد. اکنون من چی کار میکنم؟ نزدیکی روم. در این بیوقتی در کجا بوده؟ برای گرم شدن هزم آورده مادر جون. پسرم در این روزی زمستان به پای افزال گشتن ممکن نیست. تو به مکتب نرو بهرام. نرود، معلم به تخته صنف میخزوند. اکم باشد نمیبروید. با این احوال رفتن نمیتوانم مراد. معلم فایلوچ بودن امرو میفهمد. به مکتب نرو پسرم. پدر همه به مکتب میروند. من دکتر شدن میخواهم. معلم گفتن که تو نخوانی دکتر شدن نمیتوانی. همین خیلی مراد. بله خوراک هم تیار شد. 2 روز میشود که خوراکی گرم نخورده. بیایید بچه‌ها بیایید. با کجا؟ من نمیخورم. پسرم خور خوراکی گرم است. نه مادر جان من نمیخورم. گرسنه نیستم. شما خورید. کم است گفته کودک نخور. مادرت قربانه. با این ناتوانیم چیکار کنم؟ از دستم هیچ چیز نمی آید. به همه شما مینه گناهکار ما رو بدبخت کرد. پایم رو بریدم. خانه ویران شد. احوالمون به همه معلوم است. قشاق شدیم. با یک برده نان زار شدیم. به همینش هم شکر. صحت موندی. اگر میمردی چی؟ آنهایی رو که مینه رو در آنجا ماندن خدا جزایشان رو دهد. غیر از برای کسی که براید با او 2 روز اجازه داده می شود. به شوخی خیلی خوب می شود. اجازت رو چیکار میکنی؟ از همه خوبش سرحد رو گذشته و راحت خوب کرده در زندگی. این کفت گوییتان رو بس کنید. دمتان رو گرفته خوراکتان رو خورید. که چه؟ از طریف کوه 2 نفر می آید. زود آتش رو خاموش کرده به جایهای خود گذارید. ایست. که چه نپرو من قصیدم. رمزی مخفی رو گوی. ستاره سحر. بیایید. در این نصف شب در اینجا چی میکنه؟ من تو جنگاوری نمی آوردم که چه؟ بیا مجده. کنیست؟ برفینیم توی
حتی مادرت اگر تو را بیند نمیشناسد. برفین دیگر نیست. نامی من مژده. شاید در نقطه طبی باشد. با اشتیاقیتان پسرم، تا آمدنش خنک نمی شده کسی انشالله. پسرم، برادرم، پسرکم. پسیدانم در میوان شوین. تشکر شوین. ایست. Sağ olasın. Mehmet Namivani. Zava ve Maliye babu. Babu. Be ağare kumek açık dahi. Ne oğul? Neyin yagotiye? Bu ne kingi vere bana babu? Oğul dıdını. Ama bu Çin ağaya ben. Babu. Ben eti. Çare bittin ne? Mi söz da yemem o. Türkiye'si karışmış. Reişin ova. Hele verem oğul. Vere. چی گپ شد برادر؟ با پدرم یک کار مهمی داریم. خاطر نشه برادر. گوش کن محمد، جناب به این کار راضی نمی شود. این خیلی می شود مگر؟ محمد به جای برادرم است. نمیخواستم کسی از سرباز بودنی محمد با خبر شود. فهمیدی؟ من به دوستم محمد قول دادم و شما شیوین رو امیدوار کردید. اما که زیکا بعد گم میزنیم به بالا برا. او آقای دکتر خوش آمدید. خوش باشید. عزیز به تو تشکر. به خانه ادرا. خوب شده است. تا بازدید دکتر. سلامت باشید. آقای دکتر، از آمدنتان جناب خبر ندارد. شما را من جر زدم زیرا احوال کودک خیلی وزین. حرارتش بلند است. از حرکت مانده است. بله همین خیل. بیچاره کودک به خود نمی آید. جناب نیستن خانم منیفه؟ آن کس و بیرون بر آمدند. گوش کنید، شما هم خسته شدید. رفته کمی استراحت کنید. من در نزدش می ایستم. مگر این خیلی ممکن است؟ چرا میانگه؟ من مگر بیگانه‌ام؟ کنی خیزید من در همین جویم. اگر یگان چیز لازم شود جه کنید. خوب شده است. جناب نیستند. تیزی‌تر رو پوشید که کودک شمال نخورد. تو کیستی؟ من دکتر. آقای دکتر شما آمده. بس در بیرم. بین به تو چی آوردم؟ بگیر بیرم. تشکر. گوش کن، اما که دکتر تو رو صحت میکند اما با کسی نمیگویی میلش؟ میلش اما که زیکو. قول میدی؟ قبل میدیم. کن یک دهانت را کشو بینم؟
خانهاش نیست. نقطه طبی محکم و نه زیبان بیماری رفتگیست. بیچاره عذاب کشیده مهنت میکند. مرا تردید مرا. از من چی میخواهی؟ آخه من پول مال ندارم. با من گوش کن. دخترت برفین در کوه در دستی ماست. اگر جای برات را با بیشاگی ها نگویی دخترت میمیرد. فهمیدی؟ با تو تا صبح مهلت. میرویم. این سوزن دارو آقای دکتر. مجبورم بایرم اما درد نمی کند. نه نمیخوام. شما اکنون روید. باشه مشکل روید. مرد نباید ترسک شیر بچه. صحت شده دویدن و بازی کردن میخواستی کو؟ اینطور باشد به من باور کن تو عذاب نمیدیم. مایلش آقای دکتر. شد کنی بیا. یگو حنیفه بیا گذر. حنیفه زکا بخیر است. تو در اینجا چی میکوبی؟ یا با کدام یگان واقعه رو داده است؟ ینگ خیلی خسته شدند. گفتم که رفته کمی دم گیرند خودم نزد بیرم چه حال داری شیر بچه؟ جناب حرارت کودک خیلی بلند. به گپم گوش کنید. نامی آن دختر را به زبان نگیر. پدر جان اولم خوب نیست. صحت میشوی جانکم. صحت میشوی. من به تو ملهم های نو آوردم. خواهی بیا در خانه هم مینا شو. خواهی تو رو به دیهات برم دکتر. حالی بایرم چی میشود؟ کودک بیچاره حرارت رو برداشت کرده نمیتواند. کاری از دستمون آمده را کردیم. گناه و بالاش در گردن پدرش. بیچاره کودک چی گناه دارد؟ کودک در پیش چشممون میمیرد. شما امشب من رو مهمان کنید. پگو من باری دیگر با جناب صحبت میکنم. نوری دیده تاجی سر. شما رو مهمان میکنم اما با او گپ زدن بیفایده است. جناب را خوب میشناسم. او خیلی یک راب است. باید یگون چاره داشته باشد. برای رها دادن کودک باید یگون چاره یابیم. چاره نیست. اگر یگون دکتری باشد که کردی را داند جناب راضی میشود؟ میشود لیکن این خیلی دکتر را از کجا میابیم؟ و من کردی را آموزانید. با شما؟ چیزهایی که با جناب باید پگاه گویم تا صبح از خود میکنم. شما کردی را میآموزید بعد من از این جناب در آمده خودتان را در خطر میگذارید. مگر این خیلی میشود دکتر؟ شما رو هیچ نمیفهمم. خداوند همه ما را انسان آفریده است. مقام و مرتبه انسان با انسان از روی قوم و قبیلش نبوده، از روی انسان بودنش است. کاری میکرده جناب از روی عقل و دانش نیست. با یک کلمه گوییم بی عقلی و ظالمی است. پسرش جون داده ایستاده است لیکن او نمیفهمم. چی خیلی اینطور میشود نمیفهمم. خدایا بیشاگی ها سلاح به دستان را به سرم فرستادم. من چی دور پسرم را به آنها میدهم؟ اگر ندهم آنها دخترم را میکشند. خدا جان بگو چی کار کنم؟ از دو فرزندم چی طور یک تاش را انتخاب کنم؟ من نمیتوانم. خدایا کمک کن. زودتر برو آن سروغ رو من در اینجا نوشتم. کمیسر با شما کمک میکند فهمه؟ سلامت باش پسرم.
پسرم این سراغ رو پسرم داره بود. برفی دخترم با او آخران دیدارم بود. جونکم دخترم در کجایی؟ چی کار میکنی؟ مجده رو ندیدی؟ نه ندیدم. مجده در کجاست؟ نمیدونم. مجده در این جایها نیست. شاید گریخته باشد. و هیچ کجا نمیگریزد. لجامی او در دست ما است که چه؟ مواد مخدر است؟ نه یک داروی نو است. از خارج آوردن. برای اداره کردن معاینه سر کار میکند. مجده براه میبرویم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ دارو میخواهم که چه به دارو نمیتوانم. از همین؟ بله ده که چه چیزی که گویی میکنم که چه باز با قوتر مجده. باز هم با قوتر. کنی و بالا بروزتر. کنی گیر. ده که چه ده خواهش میکنم که چه ده با قوتر. مبادا رفته سراغه رو یا بند چی؟ نه به استانبول نمی روند. در اینجا چی کار میکنی در پیزلو؟ امید رو میکنم اگر نباشد شوهرت لازم. هر دویشون هم برآمده رفتند. به فکرم به نزدیک شو رفتند. فهمیدم. نون گرم نمیخوری در پیزلو؟ تشکر گلی نمیخواهم. خوش آمدید خاله طلال. چه حال دارید؟ چی شده است خانم معلمه؟ چی گفتید خانم معلمه؟ رسای آخر با من مثل دشمن رفتار میکنید. سببش رو فهمیده میتوانم. به دختر عاشق بودنت را میدونم خانم معلمه. این احوال به من معقول نیست. نکن او را بازیچه نکن. او بال است. پدرت را میدونی عائله شما پابندی عرف و عادت است. تو دختری با عقلی. گیرکر امروز اینها را تو پوش. نه تو خورد هستی. تو پوش. بیا زود باش مراد. معلمان آمده جایمان را گیره. ما رو در این احوال نبیند. با چنین شرط ما را شناختنی زلال غیر امکان است آقای رافع. از سلاح رسان گمان کرده سخت است. راست میگوید. بله همین به خونه من هجوم کرده بودم. خیلی که نباشد حالا باید بیاید. خب مال شما از پس کارتون شود. از اینجا روید. خوب شده است آقا. کنی زود روید.
وای رافی خواهیم معلوم می شود که به من دم گذاشتی. نیسته در اینجا با سینان وا میخوریم. هر دوی شما نوبت دار. اطاعت که چه اما بازی کردن میخوایی؟ مرحمت بازی کردن گرفت. رفتیم دخترها رفتیم مجدد تو اما بازی کن. در اینجا چی خیلی بازی میکنیم؟ چی؟ دریا رو نمیبینی؟ در اینجا نمایان آبازی کردن میشود. رفتی مونده بوده ای بیا بازی کن. نه دو پرواز دوتر باشه. مالش بچه فهمیده. سردی باشه. تو هم به این چنین حالت ها عادت میکنی مجدد. لویدا پر نه هوش نخوشه لویدا پر نخوشه بره مهاشوا اوا بمیره صباها لویدا پر نخوشه بره مهاشوا نوای بمیره صباها. مانده نباشد آقای دکتر. تشکر محمد بیا. از روی جناب شده سری همه اون در بالا مونده است. این چه خیلی گپ است محمد؟ به شما گپ دارم پدر. چی گفتند رو میدانم، حاضر وقتش نیست. من یک تنفس کرده چای نوشم، شما صحبت کنید. آقای دکتر را ناراحت کردی محمد؟ نه چه خیلی ناراحت. من کمی تنفس کنم برای من خوب میشود. شب خوبم نبرد پدر. من به محمد وعده دادم که خواهرم شیوین رو به او میدهم. دیگر چاره نیست، اویله دار میشوند. میدانم محمد، تو هم احوالمان را میدانی. جنابی سبا در دیه دامادی ترک را نمیخواهد. من به محمد چی میگم پدر؟ حالا هیچ چیز نگو. وقتی به قسمش برگشت از یادش میبراید. فهمیدی؟ نه پدر، من قول دادم. از قول گشتن به ما نمیزیبد. مگر همین طور میشود؟ باز بیارم اگر زحمت نشود. شیوین لبای وای من روز نیکو رو با محمد مصلحت نکردم و همان پرسم عیب می شود. تو میدونی به تو یکون چیز گفتند؟ نه نمیدونم، با من هم نگفتند. میگویند که کاری خیر رو نباید دیر انجام داد. اگر میدونستم موافق اون اویله‌ام رو خبر میدادم. ها راست میگویید، اما اینش رو پدرم میدونم. مرحمت آقای تویر، بیایید به این طرف گذارید. تشکر محمد. خوش آمدید. چای می نوشید؟ سلامت باشید. اگر یک چای گرم می‌آورید خوب میشد. حاضر میارم. آقای تویر گفتم محمد. با فکرم در خصوص کاری خیری منو شیوین شنیده. فکر میکنم که یکم مشکلی در بین نیست. همین طور نه؟ ما از جایهای گوناگونیم و فکر شما این کار میشود. برای چی نمیشود است محمد؟ فرهنگ گوناگون، جای گوناگون و قبیله گوناگون داشتن برای یک جای زندگی کردن و اویله داشتن مانع شدن نمیتواند. از همه مهمش هم دیگر رو قبول کردن و فهمیدن و دوست داشتنتون است. به این هم هرچی در تقدیر هست همان رو میبینی. از تقدیر جای گریز نیست. این پیروهای تقدیر است. خوش کنی بچه ها این مثال رو که حل میکند؟ معلمای خیلی مشکل است. یعنی یکون نفرتون بر اومده اون رو حل کرده نمیتوانید؟ کسی که این مثال رو حل کرده تواند برای یک تحفه میدیم.
124 تقسیم 2 برابر 62 86 ضرب 3 برابر 258. بهرام تو حال کردن میخوری؟ کنی بهرام من از تخته سیب برام. بهرام تو بیماری؟ نه معلمه بیمار نیستم. چرا تو در درس فعال نیستی بهرام؟ بیماری میگویم نمیگویی؟ اگر یگان مشکلی داشته باشی به من بگوی، من کمک میکنم. گوش کن، اگر همین خل رفتن گیرد مناسبتمان خوب نمیشود، به مادرت شکایت میکنم. بهرام با کجا؟ کنی برگرد، با کجا میروی؟ بیست گفتم. گوش کن، اگر وسیله بر نکردی دیگر تو رو به دست راه نمیدهم. هم به دست تیار نیستی و هم باز به سوالهایم جواب نمیدهی. باز خیسته میگوریزی. معلمه اکای من طلبه فعال است. او در خانه هم وظیفه های من و هم وظیفه خودش رو تیار میکند. اگر کلان شود معلم شده میتواند. در نزد من اکت رو حمایه نکن. اگر این خیلی باشد مان که خودش گپ زند. مادامی که میداند برای چی به دست جواب نمیدهد. بهرام کنی گپ زن. اکام پای افضل ندارد معلمه. ما پول نداریم معلمه. پدرم رو مین زخمدار کرد. او کار کرده نمیتواند. مرا ببخش بهرام، نمیدونستم. این حادثه کی شد؟ شما در دهه نبوده. راه اکات رو تنها نگذار. راه پگاه به درس بیایید میلش. راه بیا. آقای برات نیستن؟ با من ده. مایلش مگیر. همش همین قدر. آقای برات گفتند که برای تشکیلات سلاح‌های نو میخرند. از همین سبب انداز را زیاد کردند. از این پس باز زیادتر جمع میکنند. خب لیکن مردم دیگه همین قدر خراج میدهند. خراج نه عزیز، انداز. خانه به خانه پول را جمع میکنی. خب میگویی، اما مردم ندارند. اگر ندهند چی؟ دیگر چاره نیست، اما اندازش را میسپارند. اگر کسی زید برایت به جناب سبا خبر ده. این فرمان تشکیلات است. خب من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. سن سالتان به جای رسیده است و مثل راهزن‌ها رفتار میکنید. آرام شوید، آبرویتان را پس میکنید. جایی برات را گپ زن میگویم نمیگوید. زنده بودنش را انکار میکند. مرا مجبور کرد. وگرنه من میدانستم که کاری کردم خطا است. چند بار به شما گفتم که برات مرده است. بیهوده سرگردان نشوید. تو خاموش زلال. بگویید که به خانه زنی تنها در آمده او را ترساندن، مگر این از روی مردیگریست؟ حامد رافع زلال را به حالش گذارید. برات مرده است. این موضوع محکم شد. تمام. دانسته باشد سخنی آخرین من همین است. رفتیم دخترم. اکا شما چیکار کرده؟ چیکار کردم؟ کاری نتوانسته تو را کردم. زن را به سخن میدر آوردم اما فهمید. اگر نمیفهمید به نزد برات میرم. اکا به مثل راهزن‌ها به زن هجوم کردن ما نمیزیبد. پس هیچ چیز لازم نبوده است. برای روخانی برات راه دیگری هست. میبینید چطور او را میابم. جناب به بیرون برآمد دکتر. من انتظار میشوم. انتظار میشویم. کنی به سرمان چیها می آمده باشد. اگر خواهید انتظار نمیشویم. حالا که جناب نیست به کودک دورو میگذارونم. خدا نگه دارد. توبه گویید. یک مراتب سنجیدیم. دل من دیگر تاب آورده نمیتواند. مادرش هم در رز کودک است. انتظار میشویم. آمدنش رو انتظار میشویم.
سینان میآید. سینان آمده ایستاده. خوش آمده سینان. خوش آمده. سلامت باشه. سلامت باشه. خوش باشه. خوش آمده سینان. سلامت باشه. خوش باشه کچه. چه حال داری ببین؟ خوبم کچه. خوبم. این برفی نیمان نیست مادر. نامی من مجده. اوه تماما دیگر شده است ها؟ آفرین به تو. این شالو از تو جنگاوری خوب میسازم. تشکر. سینان چیکار میکنه؟ تشکیلات چه نقشه داره؟ من تو بدی شما در این نزدیکی یک ده هست. هر چهارمانگاه اونجا میرویم. دیگران اینجا میمونن که چه؟ در همینجا انتظار شده. تا آمدن ما تو سرداری. اطاعت بدی. خب یک هزار مژده هم با ما بیاید. کار را بین از زود یاد میگیره. مجده سلاحت را گیر از مرا هم. زود باشید. در اینجا دههای از همه نزدیک ورگینز است. به همون ده میرویم. بله که چه؟ به ورگینز میرویم. من از جناب سبا میرویم. بیایید رفتیم. امکی حمزه کارها رو تمام کردم. تشکر دخترم. خدا از تو راضی باشد. به درون داره. امکی حمزه هر وقتی که کار برآمد گوید میآیم. مایل است دخترم. میرویم. بیایید مادر جان زودتر به خونه رویم. نام پزیم. من گرسنه به شدم. خدا از گرسنگی شکم من هم درد کرده ایستاده است. تمام بچه ها رفتیم. کارات رو خوب فهمیدی دمیر؟ انا این کاغذی که از رئیس گرفتم شهادت نامه مرگ پدر دکتر است. با این تمام معلومات ها رو درباره او گرفته میتوانم. همین که به استانبول رسیدی اول به شعبه شناسنامه دهی درا. سراغش رو کیفتی آن طرفش آسان میشه. درباره مصطفی خان رفیقان افسرش رو پرس. آنها را گفته یاب. انیق یگان نفرش به فرزندی قبول کرده است. انا همانش برات است. کارت را خوب فهمیدی؟ فهمیدم آقا. خوب کنی راه سفید باشد. خیر راه سفید. دمیر اگر پولهای دادم نرسن به رئیس زنگ زن. مایلش آقای امید. کنی از پای کار زودتر. بگذار زلال جایشان نگوید. میبینیم برات را چکل میابم. خوب اما برای به استانبول رفتن پول زیاد سر میشه. پول صد قیصر برات را میابیم. باشید از انداز رای گریز نیست. علاج ندارید میدهید. به احوالمون نگر. انصاف کن عزیز. برای خراج پول نداره. ندارم از چیز. فرمایت را فروش. زمینت را فروش. آنها برای شما به کار آمدن. اگر من و تو آنها را نخورانیم که میخورانم. همه چیزمون را فروختیم. راست میگوید. که من آنها را گفتم که به کوی برآیند. خدا آخر خودمون یک لقمه‌مون را به زیر میابیم. به خدا شما را نمیفهمم. تشکیلات برای مردم این سرزمین جان میکند. شما باشید چه ها میگوید؟ اگر تشکیلات زمین ما را خورد پس برای چی مال و ملکمان را طلب و تاراج میکند؟ دیگر چیکار کنیم؟ پول به شما دهیم و ما چی میماند؟ بس است. گپ نزن. فهمیدم. کمی صبر کنید. وقتش دیر رسید بر سرتان پول میبارد. حالا اعتراض نکنید. پولها را جمع کنید. این خیل نمیشه. شما در اینجا با راحت خواب میکنید. آنها باشن در کو از خانه و در محروم. نمیتونم از اصلا تو از جان اسیر شده ای. حالا این از خانه و درتان نمیمونید. چی میخوایی تو با؟
تو در اینجا چه میکابی؟ تنی رفتیم به خانه. راهگر زودتر. انتظار میشویم. جناب میآیند جناب. او در اینجا چکار میکند؟ جناب او با شما گپ زدن میخواهد. جنابی سبا خواهش میکنم اینجا دادید. کودک رو از اینجا دفت کنه. سردهید مرا. کودک بیمار است. سردهید مرا. هیچ نرو میگویم. سردهید کودک بیمار است. سردهید. زود باش. جناب چه شده است؟ چه واقعه؟ مردم دیوانه شدند. پول نمیدهند. زیدی تشکیلات برآمدند. دیوان؟ لا جناب. عزیز روید. کسی که به تشکیلات انداز نمیسپارد خانهش را سوزانید. میگوید که همه‌شان را از ده دفع میکنم. با چشم جناب. روید. خوب شده است. رفتیم. زکا. لبای جناب. دیگر این دختر را در این ده نبینم. دکتر دیدی و خیر تو را آگاه کرده بودم. بیو رفتیم. دکتر تو چی کار میکنی؟ همینجاست. بله. خوش آمده. سلامت باشه. مگر کس با همسایه هاشم مناسبت میکند؟ من عزیز را مثل فرزندم میدانستم. شما خفه نشوید. با او تشکیلات فشار میبرم. عزیز را نفس گیر کردم. انا خودتون بینید مرا به چه حال آورد. به همش تشکیلات گناهگار است. چه گناهگار بوده؟ تشکیلات فرمان میدهد عزیز باشد اجرا میکند. خاموش بی خدیجه. سلاح به دستان میآیند. خوش آمده جناب. تشکر. سلامت باشید. این دختر با برفین ما خیلی مونند است. خدیجه با درون نرو. زودتر. زود رو با جناب خبر ده که سینان در ده هست. خوب شد عزیز. رفتیم. لوه ده پر نهوشه براه ماشیوا نوا ادبا سباها. ای دکتر کردی گپ زدم گفته خودت را کرد گمان کردی ها؟ او پسری من است میرد هم با تو دخل ندارد. درس شو از اینجا. جناب سبا با من گوش کنید. پسرتون در پیش چشمتون نمیرد. او بول نیست. گوش کن تو حالا هم گپ میزنی. حیوان اجالت رسیده است. برای چی مثلی سگ در گردی من دور میزنی؟ دکتر میرود. جناب سینان در ده هست. ممکن به اینجا بیاید. زود تیاری بینید. خوب شده است. گوش کن دکتر این آخرین آگاهی من است. مهمان های مهم آمدند. از پسی من دیگر نگرد. کن شو از اینجا. بیایید زودتر از اینجا رویم. ها می رویم. خوش آمده. خوش آمده. خوش باشید. خوش باشید. سبا در خانه است. ما را انتظار است. چیکار میکنه دکتر؟ ما رو در خانه پنهان کنه. این خیلی ممکن نیست. رفتیم دکتر. یکا لبای جناب. آمدن سینان را فهمیدی. باز چرا ایستاده ای؟ زودتر تیار شوید. خوب شده جناب حاضر تیار میشویم. اینها رو با من دهید. زودتر بیایید. خوش آمدن. خوش باشید.
سلال خوش آمدید باز آمدیم جناب صبا. کنی خوش آمدید. مرحمت گذارید مرحمت کنید. بابا ابراهیم با خیر است زلال؟ این بیشاگی ها از حد گذرانیدن. آرام شو زلال. آنها باز چکار کردند؟ دمیر را به استانبول فرستادند. میدانم. رئیس همین را گفته بود. برای یافتن برات درباره پدر دکتر معلومات جمع کردنی است. گوش کنید بابا ابراهیم، این بیشاگی ها مرا دیوانه میکنند. خون ها را بلند میبردارم، لازم آید خانه‌ام را میفروشم. التماس دیگر برات را نکوبند. برات مرده باشد زلال. آنها کی را مییابند؟ هم برات مرده است میگویی و هم برای جستجویشان زد میبرای دخترم. مادامی که کودک مرده باشد برای چه از پس خونبه ها میگردی زلال؟ با فکرم تو چیزی را پنهان میکنی زلال. من به شما دروغ گفتم بابا. برات زنده است. تو چی ها میگویی دخترم؟ در خوردیش او را پنهانی به یک قماندان داده بودم. تو چی ها میگویی زلال؟ اینقدر سال این سر را چقدر پنهان کردی؟ چی کار کنم بابا؟ خواستم حیات فرزندم رو نجات دهم. بیا کنی اینجا بیا. اما کزیکو در اینجا چی واقعیت چی کار میکنند؟ برای تشکیلات انداز جمع میکنند. نزدیسن و فرزندانشون آنها را حسدا انداز میگیرند. افسوس ویدمانی اشار شدیم. شیشتا نگاه کردن لازم نیست. استفاده شدید. بیایید دادر بیایید. حالی این آدمان چی میشود؟ چاره ندارند، انداز را میدهند. این آدمان خودشون رو بسیار به دستان تسلیم کردند. با جناب شناس شدید. طرفدار تشکیلات است. بسیاری از مردمی دیه طرفدار تشکیلاتند. اینها به سلاح به دستان یاری میدهند. کسی به جناب مقابلیت نشان دهد سزایش همین خل می شود. شما در این احوال محمد را چگونه به خدمت فرستادید؟ دروغ گفتم. سربازان آمده مجبوری بودند گفتم. خانه داشتم این محمد و دخترتون خیالی خام است همین طور؟ نمیشود دکتر نمیشود. به اونم سببی در ده ماندن محمد مهمان بودنش است. یعنی پسرم را نجات دادنش. مهمانمون برای ما مهمان از جان هم عزیزتر است. نباشد هم سرباز و هم تو بوده بر وقت میپراندن. پدر جان زود باشید پدر جان. چه گپ شوین؟ در نزد خانه با محمد جون کردن. حاضر او را میکشند. آخر او مهمان است. سردی او مهمان است. سردی بگو سردی محمد سردی پدر جان را نکشند. دختر پدر جان از برای خوب هستی محمد؟ خوبم. تو خوب هستی؟ من خوبم. خوب هستی پسر؟ برادرم چه حال دارد؟ نش میشود. نه نش نمیشود. بهترین حالش رو جدا کن. همش رو آنه نش خوب است. زینب میدونستم که بیچاره پایش را در مینا گم کرده است، اما در چنین احوال افتادنش رو چطور نفهمیدیم. همش رو مون دخترم. نه پدر جان نه.
میخوام که چطور خوب باشن. من هم میدونستم که احوالشون خوب نیست، لیکن به خدا با این حال افتادنشون رو نمیدونستم، وگرنه اونها رو بینون نمیموندم. سلامت باشید ینگه گلی. این را هم گیر علی. تشکر. ای خانه رو خالی کردی. خدای توبه. اماک آنها خیلی فقیرند. در این روز زمستان ثواب می شود. میخواهد که رویمون رو گردونده آنها رو نبینیم. به این هم تا این وقت بیخبر موندنمون عیب شد. برای دخترم تشکر. خدا مددگارتون باش. شما هم گرد و اطراف جمع کنید. خیلی زود باشید. بیا دخترم بیا. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشد آباد باشد. رافع حامد لبای برای با شما گپ زدن آمدم. زلال یک تکلیف داشته است. از من خواهش کرد که میانه رو شوم. چی تکلیف بوده است؟ خونبه ها رو زیاد میکنم. لازم آید حجتهای خونه هم را هم میدهم. این دعوای خونین را محکم کنید. حالا هم دروغ میگویی زیلال. خونبه ها را قبول نمی کنم. براستی برات را یافته میارم. اگر او را نیابم حامد نباشم. بیهوده زیغ نشو زلال. اگر زنده بودنی برات را دانند هم او را یافتن نمیتوانند. کی میداند حاضر رو در کجاست؟ کاش که نیابم. کاش که مرحمت آقای دکتر. تشکر. افسوس میخورم برادر. هیچ گپ نه برادر. چرا ایستادگی؟ برم برا. این کار را همیشه نمیگذارید. من اون را عزیز دست داده برای بردن محمد اومدن. کسی از جوش نجنبد. در جای تو شنید. شما در همین جا مانید. از خانواده من چی میخواهی؟ از بیت پسردان از سری ترک را. آن جوان مهمانی من است. تا امروز مهمان گفته به اون نزدیک نمیشدید. اکنون چی شده است که به در من آمدید؟ یعنی به من گویید در ما مهمان را خفه کردن ممکن است؟ در ما مهمان عطای خداست. عرف و عادتمان را فراموش کردید مگر؟ توف و همتان دف شوید. روید دف شوید. این بارا به در من نهایید. شما هم اگر خواهید به دهاتون برگردید اول رو میبینید. باز اگر با سینان رو برو شوید خوب نمیشود. رفتم باشد میروم. حالا هم کودک را تبابت کردن میخواهید؟ بله. دیگر از دستم اون کاری نمی آید. اما که زیکا رفتن آسان است، اما وضعیت بیرام خیلی وزنین است. تا نصف شب طاقت کردن نمیتواند. میخواهید که بمیرد؟ البته نمیخواهم. بیرام در دستم کمان شده است. چون فرزندم با او خوراک دادم. کوشش هایم هم برای همین است. اما دیگر چاره ای ندارم.
من یک نقشه دارم. سینان که از دیه می رود. نمیدانم. حالا دسترخوان آراستند، ضیافت دارند. جناب با اشتیایتون بیا نشین. انداز رو آوردم. نشین با ما خورا خور. نشین. بیا تشکر. ناراحتتان نمی کنم. بده خوراک هم خوردیم، صحبت میکنیم جنابی سبا. مایل سینان. با رئیسان دهه های گذرچه و آبی کلان گپ زنان کنید، با آنها فهمانید بگذار آن دهه ها هم به تشکیلات همراه شوند. این خواهشی مرکز است. خوب شده است سینان. بعد از چند روز جناب سبا ما با نفرانی زیادتر می آییم. خانه هم را خانه خود دونید. بعضی خانه ها را باید خالی کنیم، همین طور؟ بله، خانه ها را چون جای نظارت استفاده می کنیم. در بعضی دهه ها میان اعضاهای تشکیلات نافهمی ها پیدا شده است. بعضی ها طاقت نکرده گریختن می خواهند. می خواهیم با آنها سپارش داده زیر نظارت نگاه داریم. ما به شما باوری داریم. ده از آن شماست، هرچی خواهد کردن. میدانیم جنابی سبا، میدانیم. مرحمت. تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. خوش باشید. مرحمت. خوش باشید. خوش آمدید. مرحمت گذارید، راست نیستید. اینها را هم برای شما آوردیم. بیهوده زحمت کشیدید. چه زحمت نکشیدیم دخترم. دیگر به این حال طاقت کرده نمیتوانم. این روز کودک ها از نیچی درس کشته آمده، حتی پایم سال هم ندارد. گریه نکنید. کنی بچه ها با اینجا بذارید. کنی اینجا بشین. ببین کدامش که به اندازه پای باشد همون رو انتخاب کن. انا اکنون به نزد تخته سینت برآمده میتوانی بهرام. تشکر زیاد معلمه جان. تشکر به شما. بیا تو رو به نزد دکتر برم بهرام. خدا شما رو به مرادتان رساند. سلامت باشید. تشکر. اگر خانه را میگرفتیم خوب میشد حامد. میگویم تکلیف زلال را قبول میکردیم. اکا شما چه میگویید؟ برات را یابیم چی فایده؟ قاتل پسرم را یافتن، جانش را گرفتن قرضی من است. خون پسرم در راه نمانده است اکا. چندین سال گذشت، کای کهنه را با دادن چی فایده؟ اکا برای چی شما تغییر یافتید؟ در سرتان چی فکرها دارید اکا؟ هیچ چیز. چه گپ شده است که این آدم در حالی وضع شد؟ آنها هیچ نمی روند. انشالله می روند. این کار چه می شود؟ همین که بر اومدند آدمانی نزدی در رو دور کنید. من به داخل در اومده کودک را می دوزدم. انشالله یگان مشکلی نمی شود. یگان نفر را به نزدی همشیره دیلو فرستادن لازم. با او احتیاج دارم. کنی در رو جا نکن. سلام دیلو. خوش آمدی زینب. بخیر است؟ بهرام بیمون شده است. کنی؟
ҳарораташ баланд. кани даҳонатро кушо. гулӯят варам кардааст. дар куҷо шамол хӯрдӣ баҳром? оғои тоҳир ҳам нестанд. тоҳир нестанд? бадеҳаи варги нест, ба назди беморе рафтааст. ҳозир барои пас кардани ҳарораташ дору медиҳам. шумо ба дарун дароед. кани ҷонак. ҳамшира дила шумоед? бале, манам. оғои духтур як хача бароятон фиристодам. аз тоҳир хабар омадааст? бале, мехоҳад ки ин бегоҳ дар нуқтаи тиббӣ бимонам. بخیر از دخترم یگان چیز میخواستی؟ دلم تنگ شد. کمی هوای تازه گیرم. کیسان جان این صدایی بارا وگرنه میپرونم. سینان رفته ایستاده است. تو را انتظارم. در اینجا کسی هست. این او دیوانه به هست، به ضرر است. در همین جایها آمده خواب میکند. بیا رفتیم. تو را انتظارم. شما به جایهایتان بگذارید. مجده کجا گم شدی؟ کمی هوای تازه گرفتم. با دختر این قدر جبر نکن سینان. من سینام رو گسل میکنم سکا. مایلش جناب. مرمد. خوش آمدید. خوش آمدید. رای سفید. خوش آمدید. خوش آمدید. با دقت باشید. همه جا رو خوب نظارت کنید. با دقت. آقای دکتر، جناب برای گسل سینان رفت. کی بر میگردد؟ اگر تو بیرونی دیه برد دیر بر میگردد. باید در حال به عمل گذاریم. برگرده چی؟ وقت نمانده است. کودک در حالت ناگوار است. ماینش رفتیم. در درون خوراک تیار است. او رفته خوراک خوریدی بود. جنابی سبا جنگ کنن چی؟ اگر من گویم جناب جنگ نمی کنن. زودتر رو گردید. ای زودتر. گوید گذارید. باش شود و شما اشتهایتان نوش جانتان. ینگه ینفه چه واقعه شده مکیزیکو؟ از شما یک خواهش اینجا بیایید. شما را گوش میکنم. بچه ها خوراک خورده ایستادند. اگر باشد از برای ثواب کمی دوغاب میدادید. مایلش حاضر تیار میکنم مکیزیکو. خدا از شما راضی باشد. از شما هم.
بیا در اوج رهش است. باد دکا در کجایه؟